سلام و درود. کانال حواشی روز دنیا را فالو کنید تا خبرهای مهم روز دنیا را با خبر شید. ماجرا از جایی شروع شد که بعد از اینکه مردم ریختن داخل خیابان با واکنش سخت دولت قرار گرفتند و همین امر باعث شد تا ترامپ داخل یکی از توییت‌هایش بگوید اگر ایران به معترضان مسالمت‌آمیز شلیک کند آمریکا به نجات آنها خواهد آمد و ما آماده ایم و دست به ماشه ایم. و این پایان کار نبود. از این ور لاریجانی و شمخانی به هشدار ترامپ واکنش نشان دادند و چنین جوابهایی را به اون دادند. وقتی ایران سرگرم هشدار ترامپ بود، ترامپ در یک حمله برق‌آسا به کشور ونزوئلا حمله کرد و کمتر از 24 ساعت تونست باعث سقوط دولت ونزوئلا بشه، جوری که وارد خونه مادورو شدند و مادورو را زنده همراه همسرش دستگیر کردند و کل دنیا را شوکه کرد. با او گفته است که سقوط ونزوئلا هشداری بود برای تمام دشمنان آمریکا و کسانی که قصد دارند آرامش خاورمیانه را به هم بزنند. و این هم تصویری از دستگیری مادورو که وارد کشور آمریکا شده است و چیزی از جریان مادورو نگذشته بود که حواشی از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به گوش می‌رسید، تا اینکه نفتالی بنت نخست وزیر سابق اسرائیل یک ویدیو گذاشت و گفت که وقتشه، که شما داخل تصویر می‌بینید. و بعد از آن اسرائیل یک توییت زد و به خامنه‌ای هشدار داد که فقط 72 ساعت وقت داری زنده بمانی. و اما سخنرانی عجیب دونالد ترامپ که 3 جمله مهم گفته بود که همه به وجه خواهد آمد. اولیش این بود که گفت ما دیگر با جمهوری اسلامی هیچ مذاکره‌ای نداریم. دوم، با پوتین اخطار کرد با زبانی بسیار تند که دست از حمایت جمهوری اسلامی بردارد. سوم، گفت از حاکمان جمهوری اسلامی میخواهم که فوراً تهران را ترک کنند و اجازه بدن به شکل صلح‌آمیزی عاشقان ایران بیان تهران و اون حکومتی را که مردم ایران لیاقتش را دارند به دست بیارند. به این شدت به نظر میرسد که اتفاقات قرار بیفته ظرف چند روز آینده. این حرفا و تهدیدها حاصل مذاکره ترامپ و نتانیاهو است که به این نتیجه رسیدند شاید این 2 نفر آتش بس را دادند، ولی همواره حضور میدانیشون، حضور اطلاعات جمع کردنشون فعال بوده. اطلاعاتی که از طریق پهپادها و ماهوارات جمع آوری می‌کردند، اطلاعاتی که از طریق کشورهای همسایه جمع می‌کردند. به نظر میاد ترامپ تصمیم نهاییش رو گرفته. و اما نکته مهمتر، چند روز قبل از حمله آمریکا به عراق، جورج بوش چنین صحبت‌هایی را به صدام گفته بود و الان دوباره تاریخ تکرار شد و این به نظر میرسه که طی چند روز آینده ایران با یک مشکل بزرگ روبرو می شود. نظر شما چیه؟ کی برنده این جنگ هستش؟ دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو و آیت الله خامنه ای؟ پس کانال حواشی روز دنیا را سابسکرایب داشته باشین تا طی چند روز آینده لحظه به لحظه خبرها را در اختیار شما قرار بدهیم.